نمیتونم باور کنم. چیو عزیزم؟ این که این لحظات داریم با هم تجربه میکنیم. مهمت از این حرفا نزن، خجالت میکشم. خجالت نداره که. کاش از نگاه من خودتو میدیدی. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم خوابم. با خودم میگم مگه میشدم اینقدر خوشبخت زندگی کنه؟ خوشبختیمون هنوز ادامه داره عشقم. 1 ساله که همه چیز منی. عشقم، محرم اسرارم، دوستم. تو این دنیایی که مردمش بی‌رحم و خودخواهن، تو هنوز امن‌ترین هستی. میخوام تا آخر عمرم همینطوری بمونی، تا آخر زندگیم. عشقم، آبجی، آبجی، وایستا. نسیمه صبر کن، وایسا. ببخشید، من شما رو با یه نفر اشتباه گرفتم، معذرت میخوام. گیزم، چی شده عزیزم؟ چیزی شده؟ آقای یاووس، قبل از اینکه بریم داخل باید یه چیزی رو بهتون بگم. متوجه نشدم. بچه که بودم از تاریکی خیلی میترسیدم. سالها بعد از معلم خواهرم پرسیدم که این حالتم طبیعیه یا نه. اون گفت آره خیلی طبیعیه. گفت بخش غم انگیز زندگی اینه که آدم بزرگا از نور میترسن. میفهمید چی میگم؟ بعد برام توضیح داد که منظورش از نور حقیقت بود. از اون روز دیگه از نور نترسیدم. بهتره بگم از روشن شدن حقیقت نترسیدم. شما نگران نباشین، احمد رو پیدا میکنیم.
من تازه پیدات کردم. شب مهمت. بخیر. تا آخر عمرم هم دوستت دارم، فراموش نکن باشه. عشقم. ولی گاهی گذشته بی‌سوادی هم خیلی بیشتر از وحشتناکه. اون چیزیه که من دارم میگیم و میگم روانشناس کودک و اون وقتی میگه همه چه چیز نیازیه به فاش دکتر. بشه. شاید بچه از دست همین فرار کرده. کسی چه میدونه؟ شاید دیگه نتونیم با هم بمونیم. خب بچه‌های الان فرق دارن. ما نمیتونیم بفهمیمشون. اینم که اصلا نمیفهمه. مگه همچین چیزی میشه آخه؟ چی تو گذشتت هست که میتونه جدامون کنه؟ هیچ وقت هیچ چیزی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. اسم گم شده شما چی بود؟ احمد دوندار. اون وقت نسبت شما با احمد دوندار چیه؟ مادرشم. کاش به همین سادگی بود. ولی مهم نیست چقدر دور بشی. گذشته همیشه راهی برای رسیدن داره. نمیشه از گذشته فرار کرد. اون همیشه پشت سرته. میدونی شاعر چی میگه؟ گذشته گذشته، امروز رو باید زندگی کرد. گذشته تموم شد رفت. همه چیز رو از صفر ساختیم، با هم از نو شروع کردیم. بعضی وقتا گذشته ولت نمیکنه. هر چند بارم دفترش رو ببندی اون بازم تکرار و تکرار میشه. من کاری کردم که ناراحتت کرده؟ گذشته من باعث این اتفاقات شده؟ آره؟ نه، مربوط به تو نیست. پس چی شده آخه؟ دیگه دارم از خودم عصبانی میشم که نمیفهممت. داری معما میگی؟ عزیزم اشکالی نداره، من کنارتم، همیشه پیشت خواهم بود تا آخرین نفسم. هرچی تو گذشته اتفاق افتاده، تا وقتی که ما اجازه ندیم نمیتونه آیندمون رو تغییر بده. کارت شناساییتون لطفاً. الان میدم. احمده؟ منم نمیدونم، شماره ناشناسه. الو، من مپسیمم. احمده؟ الان کجاست؟ ایپک خانم، شما حالتون خوبه؟ خانم حالتون خوبه؟ اتفاق بدی افتاده؟ الو. احمد پیش منه. گفتم شاید نگرانش بشی. یه لحظه بایستا. مفسیم قربونت برم، مراقب باش، اتفاقی براش نیفته، سالم برگرده خونه. فکر میکنی من بلایی سر بچت میارم؟ اگه اون پسرت باشه قطعا منم. مفسیم بدون فکر حرف زدم، ببخشید. ایپک خانم، اتفاقی براش افتاده؟ شما حالتون خوبه؟
مهمت، روزی که ازم خواستگاری کردی و یادت میاد؟ اصلا شبیه روز خواستگاری نبود. راستش فکر کردم پسم زدی، منو حلقه به دست ول کردی. برای همینه که تو رو خیلی دوست دارم. حتی یه بارم ازم نپرسیدی که چرا یهویی از پیشت رفتم و تنهات گذاشتم. گفتم شاید نیاز به زمان داری. میشه یه اعترافی بکنم؟ گفتم شاید کسی رو میخواستی، بعد اونم ترکت کرده. برای همین نمیتونی به مردا اعتماد کنی. راستش یکم فضولی هم کردم. میخواستم ببینم اون مرده کی. اگه چیزی بود بهت میگفتم. خیالت راحت. سراپا گوشم. مهمت، تقریبا یه هفته پیش من بفرمایین. الو خانم گیزم، احمد پیدا شد. خواستم بگم دیگه نگران نباشین. کجا بود؟ حالش چطوره؟ خوبه خدا رو شکر. رفته پیش عموش. رفته پیش عموش؟ دختر عموش گفت. مفسیم بهم گفت که احمد رفته اونجا. گفت که نگران نباشیم، دیگه نیازی نیست استرس داشته باشیم فعلا. آقای ووز ببخشید بهتون زحمت دادم. نه زحمتی نبود، مهم اینه که بچه صحیح و سالمه. حق با شماست، این از همه مهمتره. ببخشید حالم اصلا خوب نبود، اومدم تو بغلتون گریه کردم، متاسفم. خواهش میکنم، مهم نیست. بفرمایید. قربان بچه پیدا شده، خبر دادن رفته پیش عموش. ببخشین که بهتون زحمت دادیم. مهم نیست، خوشحال شدم که پیدا شده. ممنون، روز خوبی داشته باشی. شما هم همینطور. روزتون بخیر. چی شده؟ احمد خونه عموش بوده. عزیزم مگه نگفتی خونه دوستش بوده؟ وقتی که صبح شد و برنگشت، اون وقت مامانش یکم نگران شد و به همه زنگ زد. داییم اونجا بود. بعد با خانم ایپک رفتن کلانتری و به پلیس گزارش دادن. این همه ماجرا تو خونه هست و به جای اینکه اینا رو بگی از روز خواستگاری حرف میزنی آخه؟ حالا بگو چی شده؟ گفتی یه هفته پیش. حرفتو بزن. یه هفته پیش چی شده؟ میشه برگردیم خونه لطفاً؟ باشه، تو خونه دربارش حرف میزنیم. باشه. چرا منو آوردی تو سالن؟ برای چی چیزی نمیگی؟ تلفنی با نسیمه حرف میزدی؟ بارها بهت هشدار دادم، همه چیزو بهت گفتم، اما ترجیح میدی که نفهمی. من هیچ چیزی رو ترجیح نمیدم. واقعا نمیفهمم کی اینجا نظر منو میپرسه. فکرت اینه؟ من تو زندگیت دخالت کردم؟ چیزی برات کم گذاشتم؟ پدر بودن به این چیزا نیست. نشنیدم چی گفتی. تو چشام نگاه کن و بگو. چیز مهمی نبود. عموم کجاست؟ چرا یهو غیبش زده؟
میدونی چرا حاکمای قدیم موقع پادشاهی برادراشونو میکشتن؟ داداش نگو که میخوای برای یه اشتباه منو بکشی. چون برادری که نمیره بعدها ادعای پادشاهی میکنه. برای همین برادرکشی قانون سلطنتیه. برای سرکوب کردن آشوب‌های داخلی اونا رو میکشتن. یعنی برای نظم حکومتشون عزیزاشون رو قربانی میکردن. داداش من برای یه لحظه اشتباه کردم، غلط کردم. قسم میخورم که دیگه هیچ وقت تکرار نشه. الانم گفتم غلط کردم. ولی کامیل اگه آدم تاوان اشتباهش رو نده دوباره تکرارش میکنه. درست نمیگم؟ نمیشه. نه دیگه نمیشه. دهنتو ببندش. چرا خودت نکشتیش؟ اگه کشتن اسماعیل اینقدر مهم بود چرا خودت نکردی؟ چرا انداختیش گردن یکی دیگه؟ تا الان خام بودی ولی الان پخته شدی. حالا که درستو یاد گرفتی میشی برادر آقا جمیل. من فکر کردم میخوای واقعا منو بکشی. این همه ترس برای چیه؟ هر درسی یه قیمتی داره. عمو تو بذار کنار رو به حرفام گوش کن. تو یه دختر باهوشی، پس چرا نمیفهمی؟ خودت نمیخوای بفهمی؟ نسیمه رو باید فراموش کنی. باید اونو فراموش کنی. حرف زدن یا حتی خواب دیدنش هم ممنوعه. بالاخره یه روز سر و کلش پیدا میشه. برای پسرش زانو میزنه، التماس میکنه. شاید بخشیدمش، شایدم نه. این به خودم مربوطه. این که بذارم نسیمه رو ببینی یا نه اونم به من مربوطه. این موضوع رو من تعیین میکنم. میدونی چرا؟ چون قوانین رو من تعیین میکنم. این موضوع خوب تو کلت فرو کن وگرنه با هم به مشکل میخوریم. میدونم به احمد چی گفتی. چی گفتم؟ خودت بهتر میدونی بابا. باهاش حرف زدی درسته؟ رفتی همه چیزو گفتی. اینکه مامانم چطور به اون زن نگو مامان. چطور تو میتونی خواب دوباره زندگی کردن باهاشو ببینی اما من نمیتونم مامان صداش کنم؟ پس چی بگم بابا؟ از در اومد تو باید چی صداش کنم؟ من به احمد چیزی نگفتم. خیلی چیزا بهش گفتم ولی این حرفو نزدم. اشتباه فهمیدی. خودت میدونی چقدر از نسیم متنفرم. من دیگه واقعا چیزی نمیدونم ولی معلومه که پریشونی. خودت هم هنوز نمیدونی که میخوای باهاش چی کار کنی دقیقاً. داریم حرف میزنیم. با داد زدنات فقط ثابت کردی که حق با منه. اصلا خودت میدونی چی میخوای؟ ها؟ تا حالا پریشون نشدی؟ آره شدم. منم دقیقاً نمیدونم چی میخوام ولی حداقل به خودم دروغ نمیگم. سلام. سلام. چی شد؟ چی کار کردی؟ زنگ نزدی؟ از نگرانی مردم. بچه پیدا شد آسمان خانم. پس چرا نیاوردینش؟ اگه واقعا پیداش کردین پس کجاست؟ اجازه میدین بشینیم؟ یاووز جان ببخشید دست خودم نیست. بیا اینجا، بیا بشین، بیا. بگو ببینم احمد کجاست؟ کجا پیداش کردین؟ رفته پیش عموش. الانم اونجاست. پیش عموش؟ بله عموش. اگه این بچه عمو داره پس چرا همون اول زنگ نزدی؟ چون معمولا پیش عموش نمیره. فکر نمی کردم اونجا باشه.
چطور ممکنه؟ ما از نگرانی مردیم. باید به عموش میگفتی. اصلا باهاش حرف زدی؟ نه، دخترموش زنگ زد، گفت احمد اینجاست، نگران نباشید. دیگه ما گفتیم وقتی برگشت ببرش پیش یه روانشناس. خیلی ممنون آسمان خانم. ما مشکلی نداریم که دکتر بخواد حل کنه. با اجازتون دیگه میرم. شب بخیر. شبتون بخیر آقای یاووس، خیلی ممنونم. خدا خیرتون. خواهش میکنم، کاری نکردم. بی‌سوادی هم وحشتناکه. من دارم میگم روانشناس کودک، اون میگه چه نیازیه به دکتر. شاید بچه از دست همین فرار کرده، کسی چه میدونه. خب بچه‌های الان فرق دارن، ما نمیتونیم بفهمیمشون. اینم که اصلا نمیفهمه. مامان بیدار شو. ای با تو هم بیدار شو بریم. چی شده؟ نه چی میگی؟ تو چی میگی؟ چی میگی؟ چته مگه شیطان دیدی؟ بلند شو بریم. خب شایدم دیدم. منظورت منم؟ آره تو رو میگم. خیلی حرف اضافه میزنی. بلند شو، کلی کار داریم. بجام زود باش. بلند شو. آروم. آفرین. عزیزم میرم با خانم ایپک کم حرف بزنم. صبر کن، اول من باش حرف میزنم. ایپک خانم، میشه لطفا یه لحظه بیای؟ شبتون بخیر. سلام. شب بخیر. چشمتم روشن. احمد پیدا شده. خیلی ممنون. پیش عموش بوده دیگه؟ بله پیش عموش بود، معمولا اونجا نمیره، برای همینم به ذهنم نرسید. بچه هست دیگه. به خیر گذشت. ممنونم. خب میدونم شب سختی داشتی، پس بهتره بری یکم استراحت کنی. فردا برامون تعریف کن باشه. نمیخواد بریم دنبال احمد؟ از کجا؟ از کجا؟ خب از پیش عموش دیگه، مگه نگفتی اونجاست؟ آره پیش عموشه. خب منم همینو گفتم. نمیخواد بریم دنبالش؟ چرا بریم دنبالش؟ گفتی اصلا اونجا نمیره. مگه اون مرد برادر کسی که کتک زده و بیرونت کرده نیست؟ به نظر نمیاد جای امنی برای اون بچه باشه آخه. مهمت جان، خانم ایپک خودش بهتر میدونه که احمد کجا بمونه بهتره یا نه. اصلا به ما هیچ ربطی نداره. نظر خودت چیه؟ اشکالی نداره بمونه؟ راستش برادر شوهرم آدم خیلی خوبیه، نه اینکه مثل برادرم باشه نه، ولی احمدو مثل بچه خودش دوست داره و مفسیمم دوستش داره. مفسیم؟ دختر برادر شوهرمه، مفسیم. اونم خیلی آدم خوبیه، خانواده خیلی شریفیان. چرا نمیذاری بره پیش عموش آخه؟ خودت الان گفتی که اصلا اونجا نمیره هیچ وقت. آقا حقیقتش اینه که این بچه یکم لوسه، یعنی ربطی به عموش نداره. اون آدم خیلی خوبیه، میدونین اخلاق پسر من خوب نیست، به باباش رفته. خب دیگه اینم حل شد. امشب احمد جان پیش عموش میمونه، فردا صبح زودم با ایپک خانوم میریم دنبالش و میاریمش اینجا. حالا خیالت راحت شد عزیز دلم؟ باشه، من کار دارم، میرم. شب همگی بخیر. الان میام عزیزم. آقا مهمت بازم ممنونم، خیلی محبت کردین. آقای یاووزم همینطور، ازشون ممنونم. شب بخیر. شبت بخیر عزیزم. بیا بگو چی شده. جمیل اونو برده، نمیدونم چطوری. باشه ولش کن. مفسیم پشت تلفن چی بهت گفت؟ ببین دیدی مفسیم چقدر خوب حرف زده؟ پس مشخصه که حالش خوبه، مگه نه آبجی؟ ما هیچی نمیدونیم فریده. دارم میگم جمیل بچه رو دزدیده، اون وقت میگی حالش خوبه؟ به نظرت اون میذاره خوب باشه؟ بیا بریم اونجا بشینیم. دیگه بس.
نتیجه زل زدن به اونا چی شد؟ بگو قدرت دیده چه سیگنالی به مغزت داد؟ یهویی اومدن زن تصادفی بود؟ به نظرم نسیمه با اون وکیل تماس گرفته. خب اگه اینطوری باشه چرا باید وکیل برای دیدنت بهونه بیاره؟ میتونست مستقیم بهت بگه دیگه. منم نمیدونم ولی میفهمیم. خب چطوری باید بفهمی؟ اون یه سورپرایز بهمون هدیه داد. چرا ما ندیم؟ مراد تو چرا نمیفهمی؟ آخه مگه مدیر یوسف نگفت بیخیال این ماجرا بشید و ولش کنید؟ ولش کن دیگه، بیخیالش شو. بیخیال شم؟ مطمئنی؟ آره. وای جانست، واقعا ناامیدم کردی. نه جدی میگم، آخه بیخیالش باید بشی. ما پرونده های دیگه ای هم داریم، خودت که میدونی. بقیه پرونده رو فدای این یه دونه کردی. این تویی که ناامیدم کردی مراد. اون مرادگونی که من میشناختم پروندهاشو اینطوری ول نمی‌کرد. آدم حس میکنه دلیل دیگه ای داره که اینقدر بیخیالش شدی. چیو میخوای بگی ها؟ دلیل دیگه چیه؟ بیخیال بابا. نه بیخیال نداریم، حرفتو کامل بزن. من واقعا نمیدونم، به نظرت این پرونده برات شخصی شده؟ شخصی شده؟ چرا باید این کارو بکنم؟ نمیدونم، خودت بگو. خیلی خوب، پس خودم میگم. گوش میدم. قول بده عصبی نشی. قول نمیدم، باید بدونم چیه. انگار که یه دلیل خاص داره تو رو سمت این پرونده میکشونه. مثلا به خاطر کسی که علاقه‌مند شدی پیگیر این پرونده. منظورت کیه؟ حرفتو واضح بزن. مفسی. حالت خوبه عزیزم؟ خوبم. دلم برای ایپک خانم سوخت. ناراحت نباش، بچه که پیدا شده. خب نمیخوای حرف بزنی؟ چیو؟ همونی که قرار بود تو خونه به هم بگی. مهمت نوجوان بودم که فهمیدم مادرم تصادف کرده. وقتی اون رفت انگار که تنها ترین آدم توی این دنیا فقط من بودم. راستش داییم خیلی تلاش کرد که کمبودی حس نکنم، اما من نتونستم اون خلای درونم رو پر کنم. بعدش خب بعدش توی همون دوران با دختر خدمتکار همسایمون دوست شدم. شر و شیطون بود. یکم هم مغرور بود اما خیلی با نمک بود. شده بود آبجی. حس می کردم که یه خواهر واقعی دارم. خلای درونم رو پر می کرد. بهش درس یاد می دادم و اونم زندگی رو. ازش خواستم یه قولی بهم بده. اگه دنیا هم بسوزه ما هیچ وقت از هم جدا نشیم. ولم کن، ولم کن. آبجی ببینم صورتتو. یه روزی تموم میشه، قول میدم. باشه آبجی، باشه. تموم میشه.
از اینجا میریم بیرون. تو باید درستو تموم کنی و بری دانشگاه باشه تا بتونی یه کار خوب پیدا کنی. بعدش میای اینجا و منو نجات میدی. خب هیچ وقت ولت نمی کنم آبجی. منم ولت نمی کنم هیچ وقت. قول میدم. نسیمه، باباشونو مدام کتک میزد. یا لبش خونی بود یا چشماش کبود بود. درو باز کن. این درو باز کن. آبجی جون منو نگاه کن. گفتی هیچ وقت ولم نکن. من هیچ وقت ولت نمی کنم فریده. خب قول میدی؟ قول بده. قول میدم بهت، قول میدم فریده. یاووز از این چیزا خبر نداشت؟ من بچه بودم، میترسیدم این چیزا رو بهش بگم. اگه یه وقت میرفت با شوهرش درگیر میشد و یه بلای سرش میومد چی؟ دیگه بعدش یهو خواهرم ناپدید شد و رفت. کجا رفت؟ نمیدونم. هیچ وقت ازش خبری نشد و دیگه ندیدمش. دقیقاً اون روزی که به این پیشنهاد ازدواج دادی. عشقم، آبجی وایستا. نسیمه صبر کن. وایستا. ببخشید، من شما رو با یه نفر اشتباه گرفتم. معذرت میخوام. گیزم، چی شده عزیزم؟ چیزی شده؟ فکر میکنی دیوونه شدم؟ یه دوستی داشتم که خانوادش توی تصادف مردن. مامان باباش، برادر کوچیکترش و خواهرش مردن. ماهام گذشت. هر روز به خونهشون زنگ میزدم ولی خب هیچ وقت جواب نداد. گفتم شاید یه روزی یکی جواب بده. مثل مادری که بچه‌شو گم کرده و در خونهشو باز گذاشته تا شاید برگرده. هر کسی یه جوری با دردش کنار میاد دیگه. تو اصلا دیوونه نیستی. هیچ وقت نیستی. چه دلتنگی باشه، چه امید باشه، یا هر دلیل دیگه برای زندگی، نمیدونم، ولی مطمئنا دیوونگی نیست. من دیگه راستشو بخوای دیگه از اون روز دنبالش نگشتم. به این نتیجه رسیدم که خب حتما مرده. با خودم گفتم دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. اون بر نمیگرده. ولی تو دیگه تنها نیستی. دیگه تنها نبودم. تو رو داشتم. مهمه تو میدونی من خیلی خوشحالم چون تو رو دارم. اگه یه روزی از دستت هیچ وقت هم دیگه رو از دست نمیدیم. بهت قول میدم هیچ وقت جدا نمیشیم.
احمد. اگه تو بودی چی کار میکردی مفسین؟ نفهمیدم. اگه تو بودی کیو ترجیح میدادی؟ یکی یه دونم. خوشگل من، بگو دیگه. همسنای تو کامل میگن. تو یه بارم به بابا نگفتی. بگو عزیزم، بگو مفسیم من. بابا قربون تو بشه. ممنونم. بگو بهم. فقط یه بار بگو بابا. فقط یه بار. تو برو داخل. خواهش میکنم. تو عشق منی. تو دختر گل منی. بهار من، قشنگ من. بگو عزیزم، فقط یه بار بگو بشنوم. فقط یه بار بگو دخترم. بابا، بابا. مثل مادرت لجبازی. نسیمه! مامان! نسیمه! نسیمه! چی شده؟ برو پیشش. چی؟ برو ساکتش کن. مفسین؟ همین؟ الان دیگه راحت شدی؟ دانه بگیرش دیگه. مامان! بهم گفت مامان. خدا شکرت. گفتیم مامان. برو کنار عمو جون. از اولم کار اشتباهی بود که اینجا رو به تو سپردم. بلد نیستی چه جوری جلوی بچه واسی. آدم! خودت که میدونی این دختر دیوونه است. آدم! در خدمتم آقا جمیل. چشم از مفسین بر نمیدارین. بدون هماهنگی من پرنده این برای چشم آقا. بیا. بودو. وایسا، مگه فیلم پلیسیه؟ تو این بلبشو دست از این حرفات بردار باشه. خودم همه چیزو درستش میکنم. خب حالا چی کار کنیم؟ از اینجا میریم.
باش. بودو. پس بابام چی میخوای همینجوری ولش کن؟ مراقب باش. بعضی وقتا تو زندگی بیا، برای زنده موندن باید عزیزاتو پشت سر بذاری. همونطوری که مامانم ولت کرد؟ الان وقتش نیست احمد. از در پشتی میریم. برو بالا. برو. امروز صبح ندیدمت، فکر کردم رفتی. بیدار شدی پسرم؟ باشه عزیزم، برو. منم دارم میرم خونه. سردار میاد دنبالم. امروز دیگه میرم. سردار میاد دنبالم. چیه ایپک خانم؟ نگران نباش، زود میام. میرم پیش دوستام، اگه نرم ناراحت میشن. میتونی اون چمدونا رو ببری بالا. من سردار الان میاد، نمیخوام منتظر بمونه. اگه نرم باز داستان باشه. خب خونه خودت بمون، خسته شدی استراحت کن. خب بریم. چایی بریزم آقا؟ نه اونجا نمیرم. بریز نورجان. مگه کوه میکنم حرفا میزنی؟ اینجا که کسی نمیذاره کاری کنم. تو این روزای سخت من باید کنارتون باشم. نگاه کن، گیزمم سر شلوغه. سر صبح رفته هنوز نیومده. نه، گیزم خانم جایی نرفته، همینجاست. رفته مهمانخونه پیش ایپک خانم. از وقتی بچه گم شده هر از گاهی میره ایپک خانمو دلداری میده. باشه، ربطی نداره. مهربونی هم حدی داره. حتما که نباید زندگی خودشو خراب کنه. مهربونی زیادی بلا میشه. تازه بچه هم که پیدا شد. واقعا؟ خوش خبر باشین خانم. دختر تو کاری نداری؟ مثل افسرا بالا سرمون وایستادی میخوای حرفامونو گوش بدی؟ نه آسمان خانم، این چه حرفیه؟ برو آشپزخونه، اونجا کار زیاده. نورجان بعداً اینجا رو هم تمیز کن لطفا. چشم آقا مهمت. مهمت جان، بهتره برای ایپک خانم یه جای مناسب دیگه پیدا کنی. فقط ایپک؟ اینو ما تصمیم میگیریم. باشه. الان میگم سردار بیا دنبالت. باشه، صبحونم که تموم شد. یه قهوه بخورم میرم. نور جان، یه قهوه برام درست کن. میشه دیگه بس کنی؟ نمیتونم فریده، نمیتونم. وقتی بچه دار بشی میفهمی که یه مادر بچهش که گم بشه دیوونه میشه. فهمیدی؟ خون سرد باش. حداقل الان میدونی محمد کجاست. نمیخواد جمیل رو یادآوری کنی. منو ببین، گوش کن. الان باید یه تصمیمی بگیریم. تصمیم چی؟ میتونیم به مفسیم اعتماد کنیم یا نه؟ الان این یعنی چی؟ یعنی از من نپرس، خودت تصمیم بگیر. نه، ما با هم تصمیم میگیریم. اگه اعتماد داری بهش زنگ بزنم. خودت میدونی. اینطوری نداریم. این حقه ها تو خوب میشناسم. الان ساکت میمونی تا بعداً همه رو بندازی گردن من. زود باش، بگو. حس مادری چی میگه؟ قابل اعتماده؟ چین چین گل چین، مفسیم پاورچین، میرسه به باغ مفسیم پاورچین، میچینه یه گل گل گلای خوب و ناز، میچینه گل گل گلای خوب و ناز، مفسیم میخنده با پروانه ها، مفسیم میخنده با پروانه ها، میخنده قه قه با پروانه ها، میخنده قه قه با پروانه ها. اصلا چیزی نمیگه. یعنی همه ی حسای مادری من کر و کور و لال شدن.
اون موقع یه بچه بود فریده. گیزم، یاد بگیر بگو گیزم. باشه گیزم خوبه؟ مشکل ما اینه؟ گفتم که اون موقع یه دختر بچه بود. بعد این همه مدت چطوری ممکنه عوض نشه؟ میدونی چقدر از من متنفره؟ شاید بخواد انتقامشو از طریق احمد بگیره. اون وقت چی؟ و اینکه و چی؟ اصلا گفتنش راحت نیست که بخوام به زبون بیارم، ولی ژنتیکو دست کم نگیر. یعنی مادرش منم و باباش هم جمیل. حالا چقدر میخواد خوب باشه. عجیبه تو امروز انقدر منطقی شدی. آره دیگه. به هر حال چاره دیگه ای نداریم، مجبوریم به مفسیم زنگ بزنیم. گوشیو بده من، دعا کن، فقط دعا کن به شما نرفته باشه. بده من. امیدوارم شبیه تو بشه، خوشگل و سادلو. خوب شد 2 بار که حرف منطقی زدی. بده. همیشه منطقی میگم، تو که میدونی. خدایت دست تو واقعا آدمو دیوونه میکنی. تو هیچی نگو. بذار رو بلنگو بزن. مفسیم، من فریدم، خالتم. عزیزم مفسیم، حالت خوبه؟ خوبم. احمد چطوره؟ اونم خوبه. مفسیم، درسته که اشتباهات زیادی کردیم، میدونم، اما بهتر نیست رو در رو حرف بزنیم، درد و دل کنیم. تحمل این سختی ها حق هیچ کسی نبود. تو حرف دل تو بزن، بعدش اگه خواستی همشو برات توضیح میدیم. نظرت چیه؟ مفسی، من میخوام ببینمت. احمدم با خودت بیار. پس حاضری این ریسکو بکنی؟ حتی اگه الان برم به بابام بگم و میدونی که بعدش بابام زنده نمیذارتت، بازم حاضری این ریسکو بکنی و اعتماد کنی؟ مفسیم جان، تو توی دستای من بزرگ شدی، حتی اگه تو 4 سالگیت بود. از اوناش نیستی که بخوای به ما یا احمد آسیب بزنی. تمومش کن مفسیم. بذار به زندگی عادیمون برگردیم. باش عزیزم. از زندگی عادی با من حرف میزنی؟ چه خوب. پس همتون زندگی عادی داشتی، فقط من نداشتم. به سختی شما رو میشناسم. حالا میدونی چرا بعد از این همه سال اومدی سراغم؟ چون حاضری کاری که برای من نکردی و برای احمد انجامش بدی. مفسیم، خوب به حرفام گوش کن. زندگی هیچ کس عادی و راحت نبود، اما مقصرش من نیستم، مادرت هم مقصر نیست. مسئول همه چیز پدرت جمیل بایکان با اون ذات بیرحمشه. اون ظالم و بدذاته. تو چی مفسین؟ تو هم میخوای مثل پدرت ظالم و بیرحم باشی؟ نکنه تو هم مثل اون یه قلب سنگی تو سینت داری؟ آره؟ اون پدر بیرحمت باید تاوان کاری که کرده رو بده. کل خانواده‌مو کشت، از کوچیک تا بزرگ. حالا تو میخوای چی کار کنی مفسیم؟ میخوای بذاری پدرت به بیرحمیش ادامه بده یا اینکه جلوشو میگیری؟ منتظرم تصمیم تو بگو. وقتی اون آدم، منظورم از آدم پدرته، داشت اسماعیل پدر احمدو شکنجه میکرد، چی کار کردی؟ فقط نشستی و تماشا کردی؟ غیر از اینه؟ یا جلوشو گرفتی؟ کی میدونه، شاید هم زده خلاصش کرده، اون که براش طبیعیه. بهم بگو تو چی کار کردی؟ اسماعیل زنده است، نگران نباش. منم مثل تو نیستم، باکی ندارم و از کسی هم فرار نمی‌کنم. راستی داشتی از بیرحمی حرف میزدی؟ باشه، چطوره بشینیم بیشتر از بیرحمی با هم حرف بزنیم؟ خوب گوش کن فریده، من نمیذارم حتی یه تار مو از سر احمد کم بشه، ولی به جاش باید به این سوالم جواب بدی. فهمیدی؟ نسیمی کنارته؟ داره گوش میکنه؟ آره داره گوش میده. پس هر دوتاتون جواب بدین. چی باعث شد من با احمد انقدر فرق داشته باشم که بخواین تنهام بذارین؟ خیلی جوان بودم، مطمئن بودم اگه اونجا بمونم میمیرم. گفتم با فرار خودم رو نجات بدم، بعدش هم میام دنبال دخترم میگردم.
ولی نگشتی. اگه میگشتی پیدا میکردی. نگشتی. کدوم شبا به من فکر کردی؟ اصلا بگو ببینم تو حال خواب منو دیدی؟ پا شدی بیای از یه نفر بپرسی؟ بگی کجاست؟ مثلا همین دانه امکان نداره به بابام بگه تو دنبالمی. تو حالا از کسی توی سازریسو پرسیدی دخترت کجاست؟ سعی کردی خبر بگیری؟ نه، برای من همچین ریسکی نکردی. اما جمیل ظالم منو بزرگم کرد. اون دوستم داره. برای من هم مادر بوده و هم پدر. اگه اون روز فریده اونو کشته بود من دیگه هیچ کس رو نداشتم. برای همین تصمیم گرفتن برام سخته. مفسی من که گفتم نباید بهش زنگ میزدیم. ببین چی شد. هیچی نشد. الکی شورش نکن. الان فهمیدیم احمد جاش حمله کافی نیست. مفسیم هم نمیذاره بهش آسیبی بزنن. دیگه چی میخوای؟ ما نباید اینقدر تحریکش میکردیم. همون اول بهت گفتم بابا مفسیم قابل اعتماد نیست. مادرش منم پدرشم جمیله. باید از این ترکیب بترسی. بس کن این خوزعبلاتو. جمیل واقعا شکمشو سیر کرد. جدی میگم. تو سفره جمیل فقط سیب زمینی نیست. خیالش هم راحته که پدرش زنده است. الان دیگه رویا میبینه. تنها دردش منم. باشه میاریمش اینجا. نترس. یه راهی پیدا میکنیم برش میگردونیم. آبجی چطوری پیداش کنیم؟ خیلی دختر شیرینیه. کاملا حق داری کمیسر. دیروز برای یه چیزی اومدم کلانتری نبودی. نه حل شد. نیاز نشد وگرنه مزاحم می شدم. یه قهوه بده لطفا. ممنون کمیسر. خب راستش یه زحمت دیگه هم دارم. 3 تا اسم بهت میدم. آدرسشو اطلاعات شناساییشونو میخوام. این زنه میدونم حواسم به موقعیتت هست. زنه با شوهرش مشکل جدی داره. میخوام کمکش کنم. آره الان میگم. اسماعیل دندار، احمد دندار، ایپک دندار. ایپک خانم گریه میکرد؟ مگه قرار نبود امروز بچه رو بیاری؟ میریم ولی چون تلفنی با احمد حرف زد یکم احساساتی شد. راستش ترسی که این زن داره واقعا زیاده مهمت. درسته ولی الان که دیگه بچهش صحیح و سالمه. بیخیال. برنامه امروز چیه؟ یه جلسه دارم. اگه به موقع برسم میرم. اگه هم نتونستم اوزگور میره. میری دنبال بچه مشکل پیش نمیاد؟ میخوای منم بیام؟ نه چه مشکلی باید پیش بیاد؟ ایپک خانومم با عموش حرف زده. گفت زودتر بیاین احمدو ببرین. هر اتفاقی افتاد خبر بده. باشه؟ لطفاً. باشه. قول میدی؟ قول. حالا دیگه برو دیرت میشه. در ضمن من بچه نیستم. یه وکیل بالغم. نیازی به مراقبت ندارم آقای مهمت. در این که شکی نیست.
تا اینجا چیکار میکنی؟ این چه طرز خوش آمدگوییه؟ به هم گفتن همسایه هاش مهربونن. منظورت از همسایه چی آخه؟ گفتم که دارم میام اینجا. بیا خونه رو نشونت تو شدی بلای جون من؟ چرا بیخ گوش من خونه گرفتی؟ چی میخوای از من؟ من کاری با تو ندارم. به مشاور گفتم یه خونه میخوام که محیطش آروم باشه، حیاط داشته باشه و ویلایی و امنم باشه. اینو پیشنهاد کردن. یعنی میخوای معیارمو عوض کنم که همسایت نباشم؟ گوش کن چی میگم. همین الانش هم عصبانیم. بهتره گورتو از این محل گم کنی. متاسفم. موفق نمیشی. اینو مطمئن باش. میبینیم. حالا اگه اجازه بدی میخوام یه دوری تو محله بزنم. امروز صبح ندیدمت. فکر کردم رفتی. نه میبینید که هنوز نرفتم. پیش ایپک خانم بودم ولی الان دیگه کار دارم، باید برم. باشه عزیزم برو. منم دارم میرم خونه. سعدار میاد دنبالم. چیه ایپک خانم؟ چی؟ من فقط عطسه کردم، خودم هم نفهمیدم چی شد. میتونی اون چمدونا رو ببری بالا. سعدار الان میاد، نمیخوام منتظر بمونه. خب مامان من دیگه برم، دیرم شده. باشه. موفق باشین. خب بریم. ازگور جون، داشتم بهت زنگ میزدم. میدونی که امروز جلسه مهمی داریم دیگه نه؟ جلسه رو بیخیال شو گیزم. ازگور چرا داری آروم حرف میزنی؟ چیزی شده؟ یه مهمون داری. کیه؟ مراد گوون، خبرنگار معروف تلویزیون. احمدی یه چیزی بخور. داداش به نظرم زیادی داری کشش میدی. دیروز که با هم دیگه حرف زدیم گفتی حل شده، الان یهویی چی شد؟ پاشو کامیل. خب اینطوری که نمیشه داداش. گفتم پاشو. فایده ای نداره. راست میگن ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است. چیه احمد؟ خوش اومدی. ازگور کجاست؟ تو دفترشون. ببخشید گیزم، چه اتفاقی افتاده؟ مراد گوون چه کاری با تو داره؟ چرا اینجاست؟ مشاوره حقوقی میخواد؟ اگه اینطوره چرا وقت نگرفته و همینجوری اومده اینجا نشسته؟ آروم بگیر، توضیح میدم. بایدم توضیح بدی. باشه، چیزی هم بهش گفتی؟ مثلا چی؟ نمیدونم درباره پرونده هامون چیزی ازت پرسیده یا نه. نه گیزم، داری چی کار میکنی؟ توضیح میدم ازگور. کجاست؟ تو دفتر من. بفرستش پیش من. بفرمایید کمیسر. حتما دارم یادداشت میکنم. نه، کسی به اسم نسیمه رو نمیشناسم. چی گفتی؟ میشه حرفتون رو دوباره تکرار کنین؟ آدرسشو داری کمیسر؟ ممنونم.
واقعا ممنونم، کمک بزرگی کردین. داشتم رد می شدم گفتم یه سری بزنم بهتون. خب میتونستی قبلش با هم هماهنگ کنی، کارتمو که گذاشته بودم. درسته، ولی شما هم قبل اومدنتون تماس نگرفتین، درسته؟ شنیدم رو پرونده زنان مجهول کار میکنین. درسته. جانست گفت با آخرین پرونده اشاره کردین. سازلو رو فقط برای مثال گفتم، چون الان شده نقل زبون همه، برای همین اونو گفتم. فهمیدم. خب چه نوع همکاری مد نظرتونه؟ اگه اطلاعاتمون رو با هم دیگه در میون بذاریم، خب شاید بتونیم یه کاری انجام بدیم. خب مثلا شما چه اطلاعاتی درباره آخرین پرونده دارین؟ یه سری تحقیقات کردم، گزارشات صحنه جرمم دارم. چقدر سریع؟ ولی فکر کنم شما بیشتر از من میدونی. یعنی اگه تو کارت خبره باشی، ارتباطاتی که من دارم و تو هم حتما داری. دنبال خواهرشم، سر نخ دارم، اونم پیدا میکنم. فکر میکنم مرده. اسمش چی بود؟ فریده یلماز. فریده. چرا فکر میکنی مرده؟ خب اگه زنده بود حتما پیداش میکردی، اما اصلا مسئله این نیست. به نظرم اگه قاتل پیدا بشه اونا هم پیدا میشن، زنده یا مرده. اون وقت قاتل کیه؟ نمیدونم. راستش من وکیل پرونده حقوقی هم، نه یه پیشگو. اما برنامه تو دیدم که اون مرده اومده بود. به نظرم اون آدم هر کاری ازش برمیاد. گیزم خانم، نمیخوایم بگین چرا اینقدر به این پرونده علاقه مندی؟ شما بگو. من خبرنگارم، نه پیشگو. اما فکر کنم اونا رو میشناسین. من اصلا تو سازلیسو نبودم، از اول همینجا بودم. چطوری باید بشناسم؟ نمیدونم، بهش میگن حس خبرنگاری. باشه، پس در مورد منم تحقیق کنیم. حتما، شک نکنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خوشحال شدم دیدمتون. منم همینطور. چه مرگت شده؟ فالگوش وایستادی؟ نه تازه رسیدم، میخواستم بگم براتون چایی بیارم یا نه. در ضمن از پشت در هیچی شنیده نمیشه. حالا اینو ولش کن. در مورد چی حرف میزدین؟ از تو تلویزیون خیلی خوش‌تیپ‌تره مگه نه گیزه؟ چه خبر مامان؟ مگه نگفتم به بزرگترت نگو چه خبر؟ من مادرتم، نه رفیقت. یه خیال مامان، این چیزا رو جدی نگیر. واقعا برای یه سفر 2 روزه 2 تا چمدون بزرگ بستی؟ خب که چی؟ همشو میخوای برداری؟ ایپک خانوم، اون یکی رو بردار بیار. سویلای سردار، چه سورپرایز خوبی. خونتون اینجاست؟ سلام، من آسمانم، مادر سردار. باورم نمیشه، بهتون میخوره خواهرش باشین. سردار جان،
نگفته بودی یه همچین مادر جوون نازی داری؟ ایشون مامانم آسمان و ایشونم سویلای خانوم، یکی از دوستای قدیمیمون هستن. البته خیلی قدیمی، خیلی. من و مهمت و سردار خیلی وقت میشناسیم اما خیلی خوبه. دوستای قدیمی کم پیدا میشن. همه دنبال منفعتشونن. مهمتو میشناسی؟ بله حتی مهمتو قبل از سردار میشناختم. اینجا خونه مهمته. جدی میگی؟ چه جالب، چون که من دیروز همینجا خونه گرفتم. خیلی عالیه. امروز وسایل میارم. چقدر خوشحال شدم که اینجا تنها نیستم. الان چند تا چمدون دیدم. میرین سفر؟ نه، برای چند روز اومدم اینجا، دارم برمیگردم. نه نرو، بیشتر بمون. تازه داریم با هم آشنا میشیم. منو از دیدن یه همسایه جوون زیبا محروم نکن آسمون خانوم. چه نمیده. جهت اطلاع، اینجا خونه آقا مهمته و همسر زیباشون گیزم خانوم که الان نیستن و آسمون خانوم هم اینجا زندگی نمی کنن. فقط بعضی وقتا میان اینجا پیش ما. یه سوء تفاهم کوچولو بود که خواستم براتون رفعش کنم. خب دیگه کافیه. مامانه برو سوار ماشین شو تا برسونم تو، بعدشم من خودم برم سر کار. خوشحال شدم دیدم سویلای. الان میرم ولی چند روز دیگه میام و بهت خبر میدم که بیای با هم قهوه بخوریم. حتما، با کمال میل. خداحافظ. یه لحظه، الان میام مامان. باز دوباره میخوایی چی کار کنی؟ چرا اومدی نزدیک خونه برادرم خونه گرفتی؟ از کی تا حالا من باید به تو حساب پس بدم سردار جان؟ برادرم از این موضوع خبر داره؟ آره معلومه، خوشحالم شد. آخرشونو دیوونه میکنی. اگه صبرش لبریز بشه واقعا فاجعه میشه. عاشق لبریز شدن صبرشم سردار. بذار لبریز بشه سرریز نشه، افسون بشه کم نشه. مسئله که همیشه مادر بزرگم میگفت. میخوای بهت بگم مشکل اصلی و بزرگ مهمت چیه؟ وقتی سرریز میشه اشتباهاتی میکنه که نمیشه جبرانش کرد. خیلی دختر شیرینی. آره خیلی. تو رستوران بودیم که اومد. پرو اومده سر میز من پیش گیزم. رفتار گیزم چطور بود؟ شک نکرد؟ نمیدونم. گیزم هیچ وقت حسشو بروز نمیده. رفتارش خیلی مؤدبانه بود، ولی کاش فقط همین بود. یعنی چی کار کرده؟ یه چیز عجیب. رفته تو محله ما خونه گرفته، شده همسایه جدیدمون. همش تقصیر منه. من اونو دوباره آوردم تو زندگیمون. داداش قبلا این حرفا رو با هم دیگه تکرار کردیم. اشتباه جفتمون بوده. برای چی خودتو سرزنش میکنی؟ نمیتونه کاری بکنه. اگه به گیزم دست بزنه قسم میخورم خفش میکنم. گیر نده داداش. الان موضوع اصلی سویلای نیست. کیو میگی؟ منظور دازامه؟ دقیقاً. فعلا هدفشون خانوادمه. سویلای براشون یه مهره است. همین. این آدم خطرناکه. اگه به خانوادم نزدیک بشن اون وقت میفهمن خطر چیه. من دیگه باید برم. لطفاً بدون مشورت با من کاری نکن. الو الو مامان.
احمد عزیز دلم، حالت چطور احمد؟ خوبی عزیز دلم؟ حرف بزن. الو احمد پسرم، حرف بزن. احمد یه چیزی بگو. احمد الو حرف بزن. احمد یه چیزی بگو پسرم. احمد تو حالت خوبه؟ احمد حرف بزن پسرم. احمد حالت چطور نسیمه؟ خیلی وقت گذشته نسیمه، سالها گذشته، نه دیدمت نه صداتو شنیدم. تو هم دلت تنگ شده یا نه؟ دلتنگ من شدی؟ هیجان زده شدی؟ بعد از این همه سال صدامو شنیدی هیجان زده شدی؟ طبیعیه، پیش میاد نسیمه. وقتی من با صدای نفس کشیدنت هیجان زده میشم، طبیعیه که تو هم بعد از شنیدن صدای من هیجان زده بشی. درست نمیگم؟ بگو از من چی میخوای جمیل؟ هنوزم نرمه، صدا تو میگم، هنوزم نرمه، انگار که یه پارچه ابریشم بخوره به صورتت. شبیه اونه. بگو از من چی میخوای؟ هیچی. آخه من چی میتونم از تو بخوام؟ فقط خواستم یه خبری بهت بدم نسیمه. چه خبری بگو؟ خواستم خبر اومدن تو خودم بهت بدم، چون قراره از این به بعد اینجا زندگی کنی. نمیفهمم چی میگی. چیز سختی نیست نسیمه. تو میای، احمد و اسماعیل میرن. من تا حالا نرفتم اون خونه، نمیدونم کجاست. مشکلت فقط همینه؟ آدرس رو برات میفرستم. تصور کن بعد از این همه سال قراره دوباره رو در رو بشی. دارم میام جمیل، منتظر باش. آخه چطور ممکنه؟ مگه ما تو چه قرنی هستیم؟ چطوری با این زندگی کردی و تحمل کردی؟ چرا به من نگفتی؟ خب نمیتونستم. حالا باید چی کار کنیم؟ باید برم خونه جمیل. اونا که منو نمیشناسن ازگوری یه چیزی میگم دیگه، چه میدونم، میگم دعوای ملکی و از این چیزا. حداقل میفهمم بچه خوبه یا نه. خب مجبورم. نه من اجازه نمیدم تو بری تو دل خطر. هیچ جایی نمیری، خودم به پلیس زنگ میزنم. اینا بچه بازی نیست. تو نمیتونی به جای من تصمیم بگیری، میفهمی؟ فقط زندگی من نیست، پای زندگی یه سری آدم این وسطه. باشه، ببین، بهم گوش کن. باید اینو خودم حلش کنم. باشه؟ نمیشه گیزم، تو الان نمیتونی منطقی فکر کنی. نمیتونی همینطوری بی هوا بری خونه قاتل. بیا به دایی یاووس همه چیو بگو. آخرین کسیه که بهش میگم. دیگه تو چشام نگاه نمیکنه. تو که کاری نکردی ازش خجالت بکشی. خانم معلم نجلا بعد پیاده کردن من تو را فوت کرد. از همون روز اول مطمئن بودم که زیر سر جمیله. حتی اینو به دایی یاووسم نگفتم. حالا بعد این همه سال چی بهش بگم؟ به نظرت بعد این همه سال نگاه میکنه؟ باشه، حق با توه، ببخشید. خسته نباشین. ممنون، بفرمایید. دنبال اسماعیلم. کدوم اسماعیل؟ اسماعیل دندار. چند سال ندیدمش.
آدرسشو ندارین؟ این خونه ما در بزرگشه. خدا رحمتش کنه. بی وفا حتی برای تشییع جنازه‌ش هم نیومد. نمیدونم، شایدم براش اتفاقی افتاده باشه. مثلا چه جور اتفاقی؟ اسماعیل بچه خوبی بود. همیشه خودشو برای بقیه به دردسر مینداخت. از همسرش خبر داری؟ همسرش؟ تا جایی که من میدونم مجرد بود. ایپک اینجا. خواهر چی کار میکنی؟ چرا چاقو دستته؟ برو کنار نور جان. ایپک خانوم، ایپک خانوم، ایپک خانوم، خواهر چاقو به دست کجا داری میری؟ دارم میرم پسرمو پس بگیرم. برو کنار نور جان. اون مرد عموشه، گفتی آدم خوبیه. آسمان خانوم هم همینو گفت. میرم پسرمو پس بگیرم. برو کنار، من به تو حساب پس نمیدم. گیزم خانوم میدونه کجا میری؟ الان خودم بهش زنگ میزنم. نه به گیزم، نه به هیچ کس دیگه. نمیگی من کجا میرم نور جان؟ چرا نباید بگم؟ چرا؟ نمیفهمم. اگه بگیزم بگی میاد دنبالم، اون وقت تو خطر میفته. نمیخوای که اتفاقی براش بیفته ها؟ میخوای نور جان؟ نه نمیخوام. پس تلفنتو بگیر. حالا برو کنار. برای چی این در قفله؟ خانم ازگور قفل کرده. ازگور داری چی کار میکنی؟ بدش به من. متاسفم نمیتونم. ازگور اون کلیدو بده به من. نمیتونم گیزم. متوجه نیست این موضوع چقدر جدیه؟ من موضوع چقدر جدیه، برای همینه که نمیتونم کلیدو بهت بدم. گفتم بده. متاسفم، اگه بتونم هم نمیذارم بری. ازگور، ازگور ببین، مگه این تو نبودی که گفتی ما خواهر؟ ها، نگفتی قوی هستیم، نگفتی میچنگیم؟ حتی اگه نشناسیشم بازم یه کاری میکنی، حداقل سعی تو میکنی. من کاملا میشناسمت. ازت خواهش میکنم تو باید به من کمک کنی ازگور. باید کمکم کنی. فکر کن ببین وجدانت چی میگه. شاید حق با تو باشه، ولی من نمیتونم این کارو بکنم و تو رو تو خطر بندازم. اون مرد عوض خواهر و برادرات و پدر مادرتو کشت و دفن کرد. نمیذارم خودتو بندازی تو دل مرگ. خواهش میکنم کلیدو بده. یه شرط داره. چی؟ منم باهات میام. به هیچ وجه کلیدو بده من. انتخاب با خودته، این شرط منه. ازگور گفتم کلیدو بده من. نکن. همینطور که نگران جون منی نگران جون خودت هم باش. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. مگه مشکل توه؟ نیست. جدی میگم گیزم جان، اون زنی که شوهر و دخترشو ترک کرده تو نیستی. اونا حتی نمیدونن اسمت چیه و کجا زندگی میکنی. چرا خودتو به خطر میندازی آخه؟ مگه این نسیمه کیه به جزه غریبه دردسرساز؟ میخوای همه چیو فدا کنی؟ حالا گیریم بخت بهت رو کرده، اون یارو تو رو نکشت، بعدش چی؟ زندگیت یا هر چی که ساختی یا زندگی خوبی که با مهمت داری، میخوای به همشون پشت کنی؟ پس احمد چی میشه ها؟ موضوع ساده و الکی نیست. همه میدونن اون بچه اونجاست، نمیتونه کاری بکنه. کاری هم بکنه دستش به تو نمیرسه. پس لطفاً نرو. وای، فارغ التحصیل از دانشکده حقوقی استانبول با رتبه عالی. جالبه. خوبه. پدرشم یاووس کاپلان، همون تاجر معروف است.
این چیه؟ قتل‌های پاییزی. دستور مدیر یوسفه. این موضوع برنامه امروزه. باشه، پس اینو شروع میکنیم. هرچی که داریم آماده کن. یعنی چی؟ نمیخوای بگی برای برنامه امروز چی لازم داریم؟ من بلد نیستم تنهایی انجامش بدم. این دیگه مشکل من نیست. وقتی داشتی زیرابمو میزدی که بلد بودی، پس میتونی حلش کنی. الو، گزارش یه وکیل رو میخواستم از کانون وکلای استانبول. آره، گیزم کلیچلی. باشه، پس منتظر خبرم. ممنون. جانس چرا اینجایی هنوز؟ کارتو بکن، به برنامه نمیرسی یا؟ شما با من کار داشتین؟ وسایل تو جمع کن. باید بری سازلیسو. برم سازلیسو؟ خب آخه چرا؟ چون دیگه اینجا بهت احتیاج ندارم. داداش لطفاً کشش نده، خودم میدونم خراب کردم. اشتباه من فهمیدم. برای اسماعیلم که خودت گفتی بازم قراره تاوان بدم؟ کامیل، اشتباه فهمیدی. نگفتم بیا بحث کنیم. گفتم وسایل تو جمع کن، برگرد برو سازلیسو. حالا برو بیرون. مامانا بردی خونه؟ آره بردمش. خیالت راحت باشه داداش. دیگه میتونین با هم تنها باشین. خیلی سخته، اما یه چیز مهمترم هست. منظور چی؟ سویلای. صبح تو محله شما دیدمش. خبر داری اونجا خونه گرفته؟ منم صبح فهمیدم. خیلی با مامان جور شده. مامان از اون خیلی خوشش اومده، حتی برای صرف قهوه دعوتش کرد بیاد خونه. برای این بهت گفتم که اگه یه وقت اومدی توی خونه و دیدی مامان و سویلای و گیزم نشستن دارن قهوه میخورن، تعجب نکنی. ندیم بیا اینجا. ندیم، با رابط آزام تماس بگیر، بگو یه جلسه ترتیب بدن خیلی سریع. چشم آقا بهمت. کجا میری؟ بعداً صحبت میکنیم. نمیخوام چیزی بشنوم. خب این چیز ارزششو داشت؟ تو هم ازم متنفری مگه نه؟ نه، تو فقط عموی من نیستی. تنها رفیق و همراه من توی لندن بودی. آره ازت ناامید شدم، ولی خوشحالم که الان پشیمون شدی. آره واقعا پشیمونم. پس بهتر نیست که کاراتو جبران کنی؟ آخه چطوری جبران کنم؟ مگه این همه آدم با یه تلفن تو نیومدن اینجا؟ آره؟ آره من آوردمشون. اگه من زنگ نمیزدم کی میخواست اونا رو برداره بیاره اینجا؟ حالا هم با یه تلفن همه رو برگردون. آخه چرا؟ خونه جدید مبارک بشه. سویلای داخله؟ وای چه عجب، یادی از رفیقت کردی. چطوری؟ اون شب غیبت زد، تلفنت هم که جواب ندادی. خب میدونم که گن زدم، معذرت میخوام. نمیدونی اون شب چه اتفاقی افتاد. بعدم برات میگم مفصله. فقط یه خواهشی ازت داشتم.
چرا؟ چی شده؟ بگو. خب چی؟ نمیخوای بگی چرا اومدی؟ اونو میگی؟ البته که میگن مادرمو دیدی. درسته. و از همدیگه هم خوشمون اومد. همه از من خوششون میاد، حتی خودتو. چرا اینجایی مهمت؟ مطمئنم دلت تنگ نشده. نه نشده. مجبورم کردی دوباره با هم کار کنیم. دمت گرم. اومدی رستوران سر میز غذای 2 نفرمون، عیبی نداره. اومدی بیخ گوشم خونه گرفتی، بازم عیب نداره. حمله بعدی چیه خه؟ طلاق بگیر. آره حتما. اول طلاقش میدم، بعدش هم با هم ازدواج میکنیم. آره نقشه خیلی خوبی کشیدی. حتما بعدم با آزام کار میکنیم. این اتفاق نمیفته. اگه با هم شریکیم من میخوام باهاشون کار کنم. البته حمایت تو را میخوام. اونا تنها دشمن خانواده من مهمت. نه نمیتونیم کار کنیم. گوش کن، دوباره باهاشون روبرو میشی. اگه اونا متوجه بشن که تو مخالفی، شراکت نمیکنن. حالا فکر کن که اگه با اونا کار کنیم ظرف 2 ماه پول 2 سالو در میاریم. همینو نمیخواستی؟ کار با شراکت. هدفت چیه؟ واقعا چی تو سرته؟ یا منو ول میکنی یا با هم نابود میشیم. باشه. باشه. اما منم یه شرط دارم. خب بگو. خودت باید تحویل بدی. برنامه‌م هم همین بود. نمیخوام یاووز رو درگیر کنم. و تحویلشم باید 7 ماه باشه. یعنی چه خبر شده؟ بگو نورجان، میشنوم. گیزم خانم، آبجی ایپک گفت چیزی نگم، اما من میخوام بگم چون یه یادداشت پیدا کرد. چه یادداشتی؟ چی میگی؟ اینو تو انباری پیداش کردم. توش نوشته که به آخر خط رسیدم، جایی برای فرار ندارم، توانشم ندارم، محبتتون رو فراموش نمی کنم. از اینکه برای خودت کسی شدی بهت افتخار میکنم. اگه آزارت دادم یا تو موقعیت سختی گذاشتمت یا خوشحالی تو تهدید کردم، منو ببخش. لطفا منو حلال کن.
من از تو بدی ندیدم، اما بازم حلالت کردم. به هم نگاه کن نسیمه. نسیمه گفتم نگام کن. مامان! مفسیمه داره گریه میکنه. آبجی چی شده؟ آخرشون منو میکشه. شایدم من کشتمش. منو ببخش فریده. برای چی؟ چرا باید ببخشمت؟ زندگی سختی بهت دادم، منو ببخش برای کاری که کردم، برای کاری که میخوام بکنم فریده. گیزم حالت خوبه؟ رنگت پریده؟ داره میره اونجا، داره میره سمت مرگ. اسکور، من کل عمرم اونو مقصر میدونستم که منو ول کرده و دخترش رو ترک کرده و زندگی هممونو خراب کرده، اما هنوزم از اون سرنوشتش خلاص نشده. آقا چی شده آدم؟ همشون رفتن آقا. کیا رفتن؟ همه این نگهبانا، همه اونایی که آقا کامیل آورده بود سوار مینیبوس شدن، کلن از اینجا رفتن. کامیل! میدونی دنیای بدون مادر چجوریه؟ احساس حقارت میکنی، تشنه محبتی. میدونی مادر آدم یه جوری دوستت داره که هیچ کسی اونطوری نداره. شاید بدون اون بزرگ بشی، اما همیشه حسرت دوست داشتنش یه گوشه از دلت میمونه. میفهمی چی میگم؟ هیچ وقت مثل بقیه نمیشی، هیچ وقتم اعتماد به نفس کامل رو نداری. راستش منم با مادر بزرگ شدم، اما همه اینا رو داشتم. پس خیلی با هم فرق نداریم. ببین، نمیدونم بازم همو میبینیم یا نه. نمیدونم سرنوشتمون دقیقاً چی میشه. یه جوری میگه انگار قراره بمیرم. پاشو بیا. تو نمیمیری، ولی داری میری. کجا برم؟
یه عالمه آدمون بیرون وایستادن. من حلشون کردم. ولی چطوری؟ پسرم اگه سوال پرسیدن ها تموم شده بزن بیرون تا نیومده. بودو. پس بابام چی؟ من بدون اون جایی نمیرم، گفته باشم. احمد عموم بابا تو میفرسته. ازت ممنونم، مهربونیت یادم نمیره. مراقب خودت باشه احمد. باشه. یه لحظه وایستا. این همه یه پولی بود که داشتم، ولی تو رو تا خونه میرسونه قطعا. وایستا منم 50 تا دارم، اینم بگیر. قبل از اینکه بابام بیدار بشه بریم. آبجی جون خیلی ازت ممنونم، واقعا مهربونیت یادم نمیره. بیا پسر، بیا از این طرف. کامیلو هر طور شده پیدا میکنم، مثل سگ به پام میفته و زار میزنه. اون موقع حالش رو میبینم. تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفتی نسیمه میاد؟ اومدم ببینمش. برو تو اتاقت، احمدم ببر که بیرون نیاد. تا من نگفتم بیرون نمیای. این حق منه که ببینمش. تو همه حقاتو وقتی رو در روی من واسطادی از دست دادی. اعصاب منو خورد نکن. من که اجازه دادم احمد میتونه بره. ولی احمد خیلی وقته که رفته بابا. نفهمیدم. احمدو میگم. وقتی همون نگهبانا رو دک کرد گذاشتم بره، یعنی دیگه اینجا نیست. بدون اجازه من ولش کردی بره؟ آره، همین کارو کردم. از جلوی چشام گم شو تا کار دستت ندادم. گفتم از جلوی چشام گم شو تا کار دستت ندادم. باشه آقا، باشه، آروم باش. بیا عزیزم، بیا عزیزم. ببخشید میتونم یه زنگ بزنم؟ بفرما پسرم. ممنونم. گوشی رو بردار، زود باش دیگه. بفرمایید. الو آقا مهمت، منم احمد. احمد؟ مامانت اومد خونه عمود دنبالت که قرار بود با گیزم بیای. عموی من؟ مگه نرفتی خونه عمود؟ آره درسته عمو. گوش کن، الان از اونجا اومدم بیرون. مامانم گوشیشو جواب نمیده. میشه لطفاً بهش بگی از خونه نیاد بیرون؟ مگه چی شده؟ چرا نیاد؟ با عمود مشکلی داری؟ نه، به عموم ربطی نداره. بعداً همه چی رو توضیح میدم. فقط ازتون یه خواهشی دارم. بگو. اگه لوکیشن بفرستم میشه لطف کنین بیاین دنبالم؟ آره حتما، برام بفرستش. تو خیلی باحالی، الان قطع میکنم میفرستم، ولی جدی نذار مامانم بیاد بیرون. خیلی خب باشه، موقعیت رو بفرست میام سراغت. ممنون داداش. خواهش میکنم.
لطفا جواب بده، بعد زنگ بزنه نمیتونم دروغ بگم. جانم مهمت. عزیزم احمد زنگ زد. چی میگه؟ چی شده؟ احمد زنگ زد. چی بهت گفت؟ آره مامانش جواب نمیده. از خونه عموش اومده بیرون، گفت نیاین دنبالم. یعنی چی از خونه اومده بیرون؟ آره مکانشو دارم، خودم میرم دنبالش. به ایپک خانوم بگو نیاد دنبالش. فعلا خدافظ. چی شده؟ چی گفت؟ باید همین الان به آبجیم زنگ بزنم. رد تماس میدی. چی کار کنیم گیزم؟ میریم اونجا، تو را زنگ میزنیم. بریم. گیزم خیلی خوش اومدی نسیمه. بعد این همه مدت دوباره با همیم. 15 ساله که دارم به خاطر این لحظه زندگی میکنم. میخوای بدونی چرا؟ تو این هفتیر 2 تا گلوله است. یکیش برای توه، یکیشم برای فریده. با چاقو اومدی سراغم نسیمه؟ تو هم بیگناه نیستی جمیل.
اون چاقو رو 15 سال پیش وقتی ترکم کردی تو قلبم فرو کردی. میگن قلب فقط یه بار میتونه بشکنه، درسته؟ داستان منم همینه. تو قبلا قلب منو شکستی. حتی اگه بخوایم دیگه نمیتونی. پسرم کجاست؟ یه حساب ناتموم داریم نسیمه. پسرم کجاست؟ باید اول حسابمونو با هم صاف کنیم نسیمه. جمیل گفتم پسرم کجاست؟ وگرنه هیچ وقت نمیتونم ببخشمت. پسرم کجاست جمیل؟ خیلی وقت رفته دیگه اینجا نیست. بدون اجازه من ولش کردی بره؟ آره، همین کارو کردم. از جلوی چشام گم شو تا کار دستت ندادم. گفتم از جلوی چشام گم شو تا کار دستت ندادم. باشه آقا، باشه، آروم باش. بیا عزیزم، بیا. پسرت حالش خوبه، نگران نباش. اگه اینجاست بگو بیاد دم در یا کنار پنجره ببینمش. صداش کن. دلمو نشکن نسیمه. به هم اعتماد نداری؟ جمیل منو بازی نده. الان تو شرایطی نیستی که از من چیزی بخوای. البته که میبینیش تو خونه منتظرمونه. باید میدیدی چقدر خوشحال شد وقتی گفتم با مادرت و خواهرت میریم سازلیسو. دروغگو. پسرت خیلی باهوشه نسیمه. بهش گفتم مادرت زن قانونی منه. فهمید کاری از دستش بر نمیاد. خیلی خوب میدونی که بمیرم من با تو سازلیسو نمیام. زود باش. احمدو صداش کن. احمد کجایی پسرم؟ کجایی احمد؟ بیا بیرون احمد. یه پیشنهاد برات دارم. دیدن تو این وضعیت دلمو نرم کرد. یه پیشنهادی بهت میدم که جون همه رو نجات بده. چی میخوای؟ گفتم که 2 گلوله تو اینه. یکی مال تو، یکی مال فریده. هی فریده رو به زبون نیار. دوست داری اسم فریده رو نگم، درسته؟ تا آخر عمرت. من هر قدمی که ور میدارم یاد فریده میفتم. با هر استخون دردی که میگیرم یاد فریده میفتم. فقط 2 ساله که تونستم از رو ویلچر بلند شم. حالمو ببین. اون وقت اسمشو به دهن نیارم. شرط من همینه. تو فریده رو برای من بیار، منم میذارم هر 2 بچه تو ببینی. قبوله؟ درو باز کنید، اون میخواد بکشتش. درو باز کن. گفتم میخواد بکشتش. درو باز کنید. یکی درو باز کنه. اون میخواد مامانمو بکشه. درو باز کنید. باشه آدرس فریده رو بهت میدم. مثل همیشه باهوشی. ولی اول احمد بیاد اینجا. اول احمد رو میخوام. اول بگو آدرس فریده کجاست. بعدش اگه درست گفتی میتونی احمد رو ببینی. خیالت راحت، اون اینجاست.
فرید دیگه اون دختر بیچاره‌ای که ولش کردی نیست. فرید دیگه بزرگ شده، متأهله، شوهرش و خانوادش خیلی قویان. فرید یه عالم محافظ داره، پس نمیتونی همینطوری بری و فریده رو ببینی. پس به من نیاز داری. برای همین باید اول احمد بیاد اینجا، بعدش هم منم فریده رو بهت میدم. تمام. مفسیم ولم کن، ولم کن، گفتم نکن، ولم کن مفسیم. ولم کن مفسیم، ولم کن، ول کن مفسیم. از کمک کردن به اون زن عوضی پشیمون میشی. میدونم که پشیمون میشی دختری بیا. آبجی مفسیم